بسم الله الرحمن الرحیم. زلف خود از روسری بیرون مریز، در مسیر چشمها افسون مریز. یاد کن از آتش روز معاد، جلوه گیسو مده در دست باد. خواهرم دیگر تو کودک نیستی، کودک نیستی بزرگ شدی. خواهرم دیگر تو کودک نیستی، فاشتر گویم عروسک نیستی. خواهر من این لباس تنگ چیست؟ پوشش چسبان و رنگارنگ چیست؟ خواهرم اینقدر تنازی مکن، با اصول شرع لجبازی مکن. خواهرم ای عاشق دین مبین، یک نظر ازواج پیغمبر ببین. یک لحظه به الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز ما شما درباره توحید است. توحید یا یکتاپرستی. خواهرای عزیز، در مسئله توحید یا یکتاپرستی اصلا خود توحید، وقتی که سر توحید بحث میکنیم باید این نقطه را بفهمیم که تمام پیغمبرها وقتی که آمدن به شکل از اشکال مردم در زمانهای سابق، یعنی در هیچ جای نیست که اونجا مردم عقیده نداشته باشن. حتما عقیده وجود داره. هر کسی مثلا میفهمه که خدای وجود داره و با وجود خداوند همگی باور دارن. تنهایی که باز مثلا در قرنهای آخر بعضی از کمونیستا پیدا شدن، مارکسیا پیدا شدن، بازیا بی خدایی را ادعا کردن. در غیر از او در طول تاریخ همیشه مردم دیندار بودن و دین یک چیز فطری هست در وجود انسان. بنابراین اگر انسان به وجود خداوند ایمان نداشته باشه، میره مثلا به شادی عبادت میکنه، به گو عبادت میکنه، به سنگ عبادت میکنه، به چوب عبادت میکنه. از این خاطر هر پیغمبری که میامد وظیفه اساسی پیغمبر توحید بود که باید در بین امت خود توحید نشر بکنه. به خاطر از اینکه توحید اساس قبولی تمامی اعمال است. اگر انسان مثلا مسلمان باشه ولیکن 24 ساعت نماز بخونه اما در توحید مشکل داشته باشه، باز این نمیتونه اینمی انسان که مؤمن حقیقی باشه و یا عبادات از خداوند قبول نمیکنه. اگر انسان به اندازه اکثر سوزن هم شرک داشته باشه، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک آوردی تمام اعمال تو از بین میری. این خداوند متعال برای کی میگه؟ به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم. به خود پیغمبر خطاب میکنه که اگر تو پیغمبر هستی، اگر به اندازه اکثر سوزن هم کسی دیگه در عبادت خداوند شریک بسازی، تمام اعمال تو باطل میشه. پس توحید اساس قبولی تمام اعمال است. توحید است که عمل انسان ارزش میبخشه. اگر انسان موحد نباشه، ولو که کار خیر هم بکنه، خلاص در دنیا اون پاداشش میگیره، اما در آخرت از جمله من الخاسرین، از جمله کسانی باشه که زیان و نقصان کرده. پس بحث توحید بحث بسیار مهم و دقیق است که انسان باید، هر مسلمان اولی درسش درباره توحید و یگانگی خداوند متعال جل جلاله باشه. این توحید وظیفه تمام پیغمبران. شما که هر پیغمبر قصهش بخوانین، ای آمده بر قوم خود گفته که شما بگوین که لا اله الا هو، نیست هیچ معبود قابل پرستش بغیر ذات الله جل جلاله. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم 13 سالی که در مکه مکرمه بودن فقط به یک هدف کار میکردن. و هدف چی بود؟ که معنای لا اله الا الله در قلب مردم جای بگیره. بعضی کسا هست میگه من به زبان لا اله الا الله میگم، اینجا لا اله الا الله میگه و اونجا میره به یک مورگک عقیده میکنه. طفل خدا، شما شاید بسیاری زنا رو دیده باشین، اونجا میگه من مسلمان هستم،
اونجا میره همین طفلک معصومش که نو تولد شده ایوازی که ایره به الله تسلیم بکنن، ایره یک مورگه که در سر باربندش میگه این چرا میگه این چشمش نظرش میورداره. پس طفلت تو برای الله تسلیم کنی یا به این مورگک؟ یک کسی دیگه است مثلا در زمان جاهلیت پناه به جنها میجستن و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن. یک تعداد اشخاصی بودن که به جنها پناه میبردن. میگفت که ما مسلمان هستیم، متدین هستیم، ما اولادای پیغمبر هستیم. از این خاطر انسان موحد باید توحید بفهمیم که توحید چی هست، تا با دانستن توحید و درس بعدی ما و شما درباره شرک است. وقتی که شرک فهمیدیم و توحید فهمیدیم، باز ما من حیث یک انسان مؤمن موحد میتونیم که در جامعه زندگی بکنیم. توحید اصلا وحد یوحد توحیدا، توحید مصدر است. وحد فلان شخص الله جل جلاله را به یگانگی عقیده نمود. یوحد فلان شخص الله جل جلاله را به یگانگی عقیده میکنه. و توحید باور داشتن، عقیده داشتن، حکم کردن به چی؟ به ای که خالق ما ذات یگانه هست. اینال توحید سه قسم است. توحید سه قسم است. احیانا توحید در ذات می باشه. مثلا ببخشید پیش از اینکه توحید اقسامش بگیم، توحید در اصطلاح میگیم. توحید در اصطلاح، توحید در اصطلاح چی است؟ ایمان داشتن، این میشه نشته کنین، ایمان داشتن و عقیده داشتن. این لطفا نشته کنین. ایمان داشتن یا عقیده داشتن یا باور داشتن به چی؟ به این که الله جل جلاله، الله جل جلاله، لطفا تلفظ از این رو هم درست یاد بگیرین، جل جلاله، به این که الله جل جلاله ذات یگانه هست. ایمان داشتن، اثر میگم ایمان داشتن به این که الله جل جلاله ذات یگانه هست، ذات یگانه هست، صفاتش یگانه هست، یعنی ذاتش یگانه هست، صفاتش یگانه هست و همچنان عبادتش یگانه هست و قانونش یگانه هست. پس اینجا 4 نقطه شد. ما باور داشته باشیم به وحدانیت خداوند. خلاصه میشه که تعریف دیگه، باور داشتن به یگانگی خداوند، تعریف آسانتر، باور داشتن به یگانگی الله جل جلاله در ذات، در صفات، دو شد، ذات، صفات، سومش عبادت، چهارمش قانون. در ذات الله جل جلاله، در صفات الله جل جلاله، در عبادت الله جل جلاله و در قانون الله جل جلاله. 4 نقطه شد. اینا رو میگیم سر زمین 4 نقطه بحث میکنیم. اینمی 4 نقطه هم در تعریف بیان شد و هم اقسام توحید است. اگر شما را کس پرسان میکنه که توحید چند قسم است، میگین 4 قسم. توحید در چی است؟ در ذات، صفات، عبادت و قانون. ذات، صفات، عبادت و قانون. واضح است ان شاء الله برکاتتان؟ پس توحید در اصطلاح چیست؟ باور داشتن به یگانگی الله جل جلاله در چی؟ ذات، دوم صفات، سوم چهارم قانون الله جل جلاله. پس اینی شد تعریف توحید. این حال سر هر نقطه ازی سر زمین 4 نقطه بحث میکنیم. نقطه اولش باور داشتن به یگانگی الله جل جلاله در چی؟ در ذات. خب این حال ما و شما میخوایم یک خط داشته باشیم، یک خط. این خطی که ما و شما باید داشته باشیم، اینی خط، فکر کنید ما یک خط داریم. بالای این خط
ذات، صفات، یگانگی و قانون الله جل جلاله است و پایین از این ذات، صفات، قانون و احکام مربوط به انسان ها و مخلوقات میشه. پس ما نباید از این خط تجاوز بکنیم. اگر میخوایم موحد باشیم، آن چیزی که مربوط به الله میشه او رو به مخلوق ندیم و آن چیزی که مربوط به مخلوق میشه او رو به الله جل جلاله ندیم. پس ما یک موحد هستیم. چه قسم؟ مثلا الله جل جلاله در ذات خود چی خصوصیت ها داره که برعکس از این خصوصیت ها را مخلوق نداره؟ مثلا بین ما و شما درباره مخلوق گپ میزنیم. اول مخلوق بشناسیم باز ببینیم. ما یک مخلوق هستم، شما مخلوق هستین، ما و شما انسان ها هستیم. این مخلوق اول برای مادر و پدر نیاز داریم. اگر مادر و پدر نمی داشتیم ما به دنیا نمی‌آمدیم. الا مثل که بی مریم یا مثلا عیسی علیه السلام مثلا به شکل معجزه آمده. او خود معجزه است، یا آدم علیه السلام به شکل معجزه آمده. لکن یک انسان عادی و نرماله که ما و شما هستیم، به چی نیاز داریم؟ به پدر نیاز داریم، به مادر نیاز داریم. داریم نداریم؟ داریم. اگر خانم است به شوهر نیاز داره نداره؟ اگر شوهر است به خانم نیاز داره نداره؟ اصل نیست. پس ما و شما اگر یک پدر است به اولاد نیاز داره نداره؟ اگر مادر است به دختر و پسر نیاز داره نداره؟ پس ایناله این صفات، اینی خصوصیت ها مربوط میشه به کی؟ مخلوق. به کی مربوط میشه؟ به مخلوق. ایناله وقتی که اینی خصوصیت ها مربوط به مخلوق میشه، پس ما و شما باید در ذات الله جل جلاله آنچه که مربوط به مخلوق میشه او قسم این صفات به خالق ندیم. بنابراین الله جل جلاله از داشتن مادر و از داشتن پدر و از داشتن اولاد و از داشتن دختر یا پسر یا همسر، از داشتن هم از اینا الله جل جلاله پاک و منزه است. پاک و منزه است. یعنی ما نیازمند هستیم و الله بی نیاز است. الله الصمد. چی معنی الله الصمد؟ الله بی نیاز است. وقتی که الله جل جلاله بی نیاز است، بی نیازی الله جل جلاله چی معنی میده؟ یعنی آنچه که ما انسان ها نیاز و احتیاج داریم الله جل جلاله به او نیاز و احتیاج نداره. از این خاطر قل هو الله احد الله الصمد. الله چیست؟ بی نیاز است. از این خاطر بی نیاز است، به خاطر از اینکه نه به والدین نیاز داره، نه به فرزند نیاز داره، نه به شریک ضرورت داره. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. واضح است ان شاء الله. این سوره رو سوره چی میگن؟ سوره توحید، سوره اخلاص و سوره توحید. به خاطر از اینکه خلاصه تمام توحید این سوره جای به جای شده. پس آنچه که یک انسان نیاز داره، مثلا انسان نیاز داره که انسان یا مذکر باشه یا مؤنث باشه. این حال مذکر با مؤنث بودن این مربوط به کی میشه؟ به مخلوق میشه نمیشه؟ پس وقتی که ما مخلوقات یا مذکر هستیم یا مؤنث هستیم، این حال چون این صفت مخلوق شد نشد، از این خاطر ما نباید در ذات الله جل جلاله العیاذ بالله به مذکر بودن یا مؤنث بودن، گوش نباشه و پوست نباشه و چیز نباشه، ما ناقص هستیم. پس ما به این چیزا نیاز داریم. الله جل جلاله به این چیزایی که ما نیاز داریم، چون او صمد است. صمدیت چی معنی؟ یعنی بی‌نیازی. صمدیت چی معنی؟ بی‌نیازی. پس بی‌نیازی الله جل جلاله بالای ما لازم میگردونه که عقیده داشته باشیم که آنچه که ما به او نیاز داریم الله جل جلاله به او نیاز نداره. واضح است ان شاء الله؟ میفهمین گپم؟ سخت خو نیست. مشکل است براتون؟ خب پس ما دیدیم که ما در زیر خط قرار داریم. ما نیازمند والدین هستیم، ما نیازمند همسر هستیم، ما نیازمند فرزند هستیم، دختر و پسر. ما نیازمند هستیم که باید خون داشته باشیم، باید گوشت داشته باشیم، باید اعضای فیزیکی داشته باشیم. با کل چیزا ما نیازمند هستیم، محتاج هستیم. اما وقتی که میگیم بالای خط میگیم الله جل جلاله الله الصمد، الله بی نیاز است. وقتی که بی نیاز است، بنابراین الله به فرزند نیازمند است
نیست. بنابراین الله از داشتن فرزند بی نیاز است. الله جل جلاله از داشتن والدین بی نیاز است. ضرورت نداره به والدین مثل ما و تو واره. به همسر نیاز نداره مثل ما و شما واره. به خون و پوست و گوشت گپا نیاز نداره. خب اینی شد توحید در ذات. این حال وقتی که توحید فهمیدیم حتما ضدش چی است؟ ضد توحید شرک است. این حال خیلی سوال میشه چرا اهل کتاب سابق یهودی ها، نصرانی ها و مثلا قریشی ها که میفتن ما پیروان ابراهیم علیه السلام هستیم، اینا چرا مشرک شدن؟ اول مسیحی ها به خاطر چی مشرک شدن؟ به خاطر ازی که از خط تجاوز کردن. از چی تجاوز کردن؟ از خط تجاوز کردن. صفات و خصوصیت های مخلوق به کی دادن؟ به خالق دادن. ادعا کردن که العیاذ بالله عیسی علیه السلام بچه خدا هست. ما گفتیم که الله جل جلاله از داشتن فرزند چی است؟ و الله را نیازمند ساختن. خصوصیت مخلوق به کی دادن؟ به خالق دادن. پس گفتن که الله پسر داره. در این صورت اینا چی شدن؟ مشرک شدن. در چی مشرک شدن؟ در ذات الله جل جلاله. یهودی ها گفتن و قالت الیهود عزیر ابن الله. بعضی از یهودی ها گفتن که عزیر یک شخص خوب بود، گفتن این بچه خدا هست. قریشی ها چی عقیده داشتن؟ میگفتن که ملائکه ها دخترای خدا هست. پس در حقیقت اینا الله جل جلاله را صفت بینیازی الله را چی شدن؟ منکر شدن. صمدیت الله را چی شدن؟ منکر شدن. پس یا به شرک مبتلا شدن. شرک در چی آوردن؟ شرک در ذات الله جل جلاله. بسیاری قریشی ها چی میگفتن؟ ملائکه ها دخترای خداوند هستن. بعضی از مشرکین اون دو کال هستن. یا چرا مشرک هستن؟ به خاطر ازی که مذکر و مؤنث به خدا چی میکنن؟ نسبت میدن. میگن اینی کالیماست. میگه کالیما چی است؟ میگه این مادر سیاست. این هم میگه العیاذ بالله خدا هست. باز مرد گفتن که اینی مرد این خدای ما هست. پس یا مذکر، صفات مذکر و مؤنث برای کی دادن؟ و الله جل جلاله. از این خاطر احیانا سوال میکنن میگم این نامهای خداوند صفاتش کلش مذکر است چرا مؤنث نیست؟ چون اون مشرک است. او میگه که ما و شما هم باید مثل از او بره به نامهای خداوند مذکر و مؤنث نسبت بدیم. ما میگیم که الله جل جلاله ذات است که از این صفاتی که مخصوص مخلوق است منزه و پاک است. به این چیزها محتاج نیست. ان شاء الله واضح شد نه؟ خلاصه چیه که آنچه که پایین خط است و صفات مخلوق است و خصوصیت های مخلوق است در ذاتش، الله جل جلاله از این خصوصیت ها منزه و پاک است. چون الله جل جلاله خودش در سوره اخلاص چی گفته؟ که الله الصمد. چی گفته؟ الله الصمد. الله چی هست؟ بی‌نیاز است. خلاص وقتی که الله جل جلاله بی‌نیاز شد، پس این شد توحید در ذات. یعنی انسانی که ما میگیم اگر از شما سوال میشه که انسان موحد در ذات الله جل جلاله چی عقیده داره؟ در جوابش میگیم که انسان موحد در ذات الله جل جلاله عقیده داره که الله جل جلاله از داشتن مادر، پدر، دختر، پسر، همسر، شریک و مانند و از داشتن صفات انسانی که مثل مذکر، مؤنث، خون، رگ، پوست، این چیزای فیزیکی، از این الله جل جلاله پاک و منزه و مبرح است، بی نیاز است. واضح نه؟ مشرکین چرا مشرک هستن؟ به خاطر که صفات مخلوق، خصوصیت های مخلوق به کی دادن؟ به خالق نسبت دادن. گفتن که خدا العیاذ بالله بچه داره، گفتن خدا دختر داره، گفتن خدا العیاذ بالله شریک داره. مثل که بیبی مریم میگن که مادر خدا هست. مسیحی ها میگن نمیگن؟ میگن بیبی مریم مادر خدا هست. اون دعا میگن که مثلا ملائکه ها دخترای خداوند هستن. پس این صفت داره. همچنان الله جل جلاله از داشتن شریک بی نیاز است. ما و شما چرا مثلا شریک داریم؟ انسان مثلا نیازمند است. من میخوایم در یک شرکت کار بکنم، در این شرکت به تنهایی کار کردن نمیتونم، پس مجبور از این شرکت همراه من کسی دیگه هم کار بکنم، کارگر داشته باشم، همکار داشته باشم تا من این کار پیش ببرم. اما بسیاری وقتا هست که یک نفر یک شرکت جور میکنه،
و بالاخره شرکتش به خاطر که شریک نداره، کارگر نداره، پس چی میشه؟ سقوط میکنه. امی داشتن شریک خودش یک نیازمندی است نیست، یک احتیاج است نیست. اینال الله جل جلاله در امور و در کنترل و در خلق جهان و انسان نیاز به کمک دیگران نداره. چرا؟ الله الصمد اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وقتی که الله جل جلاله خواست یک چیز را خلق بکنه، کمی گفت فلانی چیز خلق شود، به امر الله جل جلاله زمین آسمان همه چیز خلق میشه. اینال مشکل مشرکین امی هستند که در ذات الله جل جلاله بعضی از صفات را نسبت میدن به الله جل جلاله که به ذات الله جل جلاله شایسته نیست. در صمدیت الله جل جلاله اینا شک می داشته باشند. نقطه دوم توحید در چی بود؟ اول خود در ذات بود، دوم در صفات الله جل جلاله است. پس ببینید خواهرای گل، الله جل جلاله دارای صفات است. بازم در خط هستیم. الله جل جلاله دارای یک سلسله از صفات هست. چه قسم صفات است؟ که به ذات، شان و عظمت الله جل جلاله شایسته هست. یعنی الله جل جلاله صفاتی داره که با جلال و عظمت الله جل جلاله میزیبه. پایین خط مخلوقات است، ما هم صفاتی داریم، لکن صفات ما صفات مخلوقانه است، با معاجزی و ناتوانی خود ما میزیبه. چه قسم؟ مثلا شما فکر کنین علم، عالم، الله جل جلاله عالم است، صحیح نه؟ ما و شما هم عالم هستیم. ببینید الله جل جلاله عالم است، ما و شما چی هستیم؟ عالم هستیم. ایناله علم الله جل جلاله با علم یک مخلوق فرق میکنه. ما و شما عالم هستیم، اول در رشته خود عالم هستیم. وقتی که از رشته خود برآمدیم در دیگر رشته جاهل هستیم. یک نفر مثلا استاد است در اقتصاد، پوهاند است، دکترا داره، ولی اگر امی استاد ببری در انجینیری بی سواد است، در زدن نمیتونه. پس علم ما و شما منحصر است به یک رشته مشخص. قبل از علم دیروز من یک چیزی را نمیفهمیدم، امروز همون چیزه یاد گرفتم. پس من دیروز جاهل بودم، امروز کم کم دمی رشته عالم شدیم. پس علم ما و شما موقتی است، منحصر است، در یک رشته خاص است. ایناله مثلا من زبان دری را میفهم، اما اگر در چین برم ایران میمانم که چی بکنم؟ گپ زدم نمیتونم، حتی یک دریور تاکسی هم کسی گپ زدن نمیتونم. پس من در زبان دری عالم هستم، در زبان چینایی جاهل هستم. ایناله علم انسان که است منحصر به یک وقت، و علم ما و شما نیازمند تجربه است، نیازمند از این است که درس بخوانیم، نیازمند از این است که استاد داشته باشیم. پس ما در علم خود نقصانهای بسیار زیادی داریم. وقتی که میم نباید علم الله جل جلاله با علم خود مقایسه بکنیم، به خاطر از اینکه علم الله جل جلاله علم است که به ذات از او شایسته هست. علم الله جل جلاله چه قسم است؟ علم است که نیازمند استاد نیست، نیازمند تجربه نیست. علم الله جل جلاله علم غیب است. هم غیب میفهمه. مثلا شما کلتون در ایسن فهمدین، من ظاهرا میگم والا اینمیا خواهرای ما کلشان همینجا آمدن به خاطر از اینکه درس یاد بگیره، لکن از قلب شما من چی خبر هستم؟ شاید یک کسی بگه که والا نه من آمده بودم، من تو به خاطر از اینکه در خانه کار نداشتم، بیکار بودم، آمده به درس شیشتم. من در قصه درس از این نیستم. پس ایناله من از قلب شما خبر نیست. این که مثلا سبا ما و شما در میستن درس می داشته باشیم یا درس نمی داشته باشیم، این را هم نمیفهمم. چرا که علم ما و شما فقط علم ظاهر است. ظاهرا یک کسی که دیدیم که کلمه خوان میگیم مسلمان است، نماز خوان میگیم مسلمان است، اما از قلب از ما و شما چی خبر داریم؟ اما الله جل جلاله عالم الغیب و الشهاده، هم اسرار میفهمه و هم آنچه که در ظاهر است همش الله جل جلاله میفهمه. پس علم الله جل جلاله با علم ما و شما فرق میکنه. اینال اگر کسی علم خوده، چرا جادوگرها کافر هستن؟ چرا بسیاری کسایی که فالبینی میکنن کافر هستن؟ چرا تعویذگرها کافر هستن؟
به خاطر از اینکه یا علم غیب الهی رو به خود نسبت میده. جادوگر وقتی که پیشش بری باز میگه تو مرا دستت، او تو مرا من فال تو رو ببینم، ای نصیب این من فال تو رو دیدم تو 6 ماه بعد عروسی میکنی. از کجا فهمیدی؟ میگه نه من فهمیدم. از کجا فهمیدی؟ ادعا میکنه که ما عالم غیب هستم. پس این حال کسی که جادو میکنه هم کافر است و کسی که پیش جادوگر میره او هم کافر میشه. فالبین هم کافر است. چرا؟ به خاطر که فالبین از غیب ادعا میکنه که من چیزای غیبی را میفهمم، من این خبر میدم که پیسه تو که گم شده در کجا هست، من برات خبر میدم که 6 ماه بعد 1 سال بعد سر تو چی حادثه میشه. این در حقیقت نمیفهمه این گپا را، لکن تو را فریب میده که من میفهمم. بنابراین وقتی که یک نفر پیش فالبین میره و یک نفر پیش جادوگر میره و یک نفر پیش این کسایی که تعویض میکنن و فالبینی میکنن، این کارا میکنن، ادعای غیب میکنن و چیزای غیبی مردم خبر میدن، این خودش خود کافر شد. کسی که پیشش میره چرا کافر است؟ به خاطر از اینکه او یک کافر در کفرش تصدیق میکنه، او رو تایید میکنه، او رو تشویق میکنه. به خدا هم فالبین چقدر خوب راست گفت، اوه چقدر خوب راست گفت، مگه راست گفت که کل گپاش راستی بود. او خود چال و فریب میخواد که از پیش مردم پیسه بگیره. احیانا فالبینا و جادوگرای هستن. من 1-2 تا سیدیاش جور کردم، اگر شما بخیر باز به دست بیارین درباره فالبینا و جادوگرا. حتی جادوگرای رو ما تصویراشو پیدا کردیم که روز بر مردم خوب خدا با تقوا نشان میدن، شب 1 ساعت برای شیطان سجده میکنن. کت خون قرآن نشته میکنن. خون چیز پلیت است، مردار است. یا کت خون آیات قرآن نشته میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه تا وقتی که کافر نشه جنها کت از یا کمک نمیکنن. جادوگر تا کت شیطانا کمک نکنن خودش تنهایی کار را کردن نمیتونه. از این خاطر اینال جادوگر چون ادعای علم غیب میکنن و فالبین ادعای علم غیب میکنن، از این خاطر در حدیث شریف است که پیغمبر هم گفته که اگر کسی پیش یک فالبین و جادوگر میره و گپای زور تصدیق میکنه، اگر تنها پیشش رفت، مثلا این نفر رفت پیش یک فالبین، تو بگی که روی یک تاله ما باز کو، این رفت امیر روی تاله زیر باز کرد. ببخشید همین خانم‌ها زیاد میکنن، هم کسی که خندام میکنه شاید متوجه هستید. اینا لو میگه امروز که تاله ما باز کو، فالبین جادوگر فقط ایره فریب میده. میگه اگر یک کسی پیغمبر سر میگه پیش فالبین جادوگر میره که روی تاله ما باز کو، یا من این مشکل دارم، یا فلانی چیزم گم شده، یا من کت شوهرم جنگی هستم، یا شوهرم کت من چیز است، یا بختم بسته است، تو وازش کو. میگه 40 روز عبادت از خداوند محو میکنه. 40 روز عبادتش قبول نمیشه. ولو که 5 وقت نماز خوانده باشه و قرآن خوانده باشه، این 40 روز عبادت از شف دلید و کاملا از بینه. و اگر میگه تصدیق کرد که راست گفتم این فالبین، پس میگه این کافر شده به آنچه که بالای محمد صلی الله علیه و نازل شده. بالای محمد صلی الله علیه و چی نازل شده بود؟ قرآن نازل شده. پس این با تصدیق کردن به گفای از او با آنچه که بالای محمد صلی الله علیه و نازل شده، این کافر شده. و متاسفانه بسیاری کساس کافر میشن نمیفهمن. بسیاری کساس کافر میشن نمیفهمن. یک وقت در فامیل ما یک چیز آمده بود، آمدم برای من همشیریم از خانم برادرم است، 20 سال 25 سال پیش است. میگن یک زنک که چخچرانی و یک زنای چخچرانی در شهر کابل زیاد میامدن. گفت یک خالگه که چخچرانی است فال میبینه یک قراس میگه اتو گپا میزنه. ما هم دیگه نمیفهمم. برشون گفتم که گپا رو نزنین، شما از دین میبرین. گفت نه تو بیا از پیششان پرسان کن، اینمی که پیشش بشینی، که این پیشش بشینی، اینمی که دست برش نشان بدی، کل گپا رو بر تو میگه. خب ما که دیدم حالا چطور کنید در بین خانه خودم این زنکی خانه خراب آمده، کلگی عقیدهش خراب میکنن، یا کافر میشن یا خود نمیفهمن. و هر قدر برشان میگم که ناروا هستی کار نکن، میگه نه تو نمیفهمید. آخر گفتم خب چطور کنم؟ گفت نه ما گفتم خیلی باشین خیلی سبا ما میرم تجربه میکنم. گفت خوب است. دیگه اون وقت من در پوانتون مؤسسه‌ام درس میخونم. چه وقت میگه فعلا ساعتای 10 بجه میای بخیر. 10 بجه صبح نیم بیلر آردم رو برده می خالگک، پیسه ها رو گرفته برده، هم ضرر اقتصادی بلا در پس اقتصاد، مشکل دیگه که عقیده از یاره خراب کرد. حالا سوار از خانم هم کافر بر از دنیا و هم شیریم هم کل از یار رو چطور کنیم؟
آخر رفتم مکتب پیش از گفتم خیمه گفتم به یک شرط میرم ما فال من میبینم. گفت چه قسم فال تا میبینیم؟ گفتم خواهی به یک شرط که حتما میشه شرط کنین که وقتی که من میرم برای خالگک اگر راز گفتم او خو میفهمه دیگه، شما خو میگین که از کل گپا میفهمه. خیمه برش هر چی که گفتم راز گفتم یا دروغ گفتم شما چیز نگوین. گفت خلاص ما سهل میکنیم دیگه. یارو ات قناعت داده که ای هر گپه میفهمه که 5 سال بعد چی میشه، 10 سال بعد چی میشه، 1 سال پیش چی شده بود و چطور شده بود، کل از گپا را گفتن خوب است. من رفتم اینجا دیگه همشیریم 6 تا، این همشیریم هنوز عروسی نکرده و این طرف یا نایفهم عروسی هم کرده بود اولاد نداشت و این طرف دیگه خانم برادرم است که این 1 طفل یا 2 طفلک داره. ما اومدم به این خالگه گفتم تو همین روی تعلیم را خو بی گرفت و یک چند تا دانگک های کمسایی داشت خدا گرفتم سر کتابچه امای خدا انداخت در این کتاب خود نامت چی است و نام مادرت چی است و نام فلانی چی است. خیلی گپا را کلش گفت. من کل گپا را براش گفتم. یارو گفتم شما بشین خوب گوش بگیرید. گفت خب چی مشکل داری؟ مشکل تا بگو. من مشکل من این است که اینی خانم اولیم است، خانم برادر ما گفتم. این همشیری ما گفتم میام خانم دومیم است. این ما 2 دفعه در حالی که میش نکاح نکردیم هنوز با هم تو دست میش عروسی نکردیم و خانم برادرم است و او هم خواهرم است. گفتم این خانم اولیم است، این 4 سال پیش گرفتم، اینی هم صاحب حال نو گرفتیم، این 2 سال ازی شد، این بعد 6 ساله هیچ اولاد ندارم، از یام اولاد ندارم، از یام اولاد ندارم. اینا چطور کنم؟ تو خب بسیار خوب فهمیده هستی اگر همیشه ما را بخوری که ما بگویی که ما چند تا اولاد پیدا میکنیم، اینا ما برات 500 روپیه اگه خواسته باشی برات میتم منتها کشیده است. این کتاب سعی کرده ورقه زد او تو باش تو بگو نام تو، 1 خط کش کرد، 1 خط چلیپا کشید و باز نشک 35 34 32 37 17 90 789 345 بازی گپا را زد. باز گفت شرط توس و مرت توس و پرت توس و خرت توس. این گپا نامای چیزا رو هم گفته رفت. بالاخره آخرش که شد گفتم خب بگو چی برای من؟ گفت عزیزانت سایکو از خواهرم گفت ازی نوشته است که تو باید 5 تا بچه داشته باشی. من گفتم همشیره جان ببخشی همین 5 بچه از کدام شوی دیگه برزی یا از من؟ گفت نه در کتاب از تو. الا عیاذ بالله. خب گفتم از دیگهش؟ گفت از دیگهش هم 6 بچه و 3 دختر. گفتم از شوی دیگهش یا از من؟ گفت نه نمیاد. گفتم همه دیستی گفت نه 1 هفته بعد بخیر بچهای از جام شروع میشه، از جام شروع میشه. آخری که گپا را گفت گفتم خب بعد از این گفتم اینه دیده بازی. من گفتم خیلی خاله جان من رفتم با امان خدا این خواهرم است، این خود نکاحش به من حرام است. این چه قسم کتاب است که از خواهر بر بیادر 6 تا بچه و این خانم برادر من تیار شوهر داره، این چطور از زن مردم برای من 5 تا بچه؟ گفتم معلوم میشه. گفتم من چیز نمیگم. من رفتم با امان خدا. این خاله قزله بود از خانه ایره کشیدن که در غضب خدا شوید، در قهر خدا شوید، تو خواهر برای بیادر زن جور میکنی. گفتم دیدین که شما به گپای ازی باور میکنین، نه غلطی چیز. اینا مشکلی است که بسیاری کسا در این گپا مبتلا هستند. بسیاری کسا مبتلا هستند. از این خاطر پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه که اگر کس پیش یک فالبین یا یک جادوگر میره چرا کافر میشه و چرا مشرک میشه؟ به خاطر ازی که علم غیب خداوند به یک مخلوق نسبت میده. تا که تو عقیده نکنی، تا که پیش عقیده نکنی او بعد میگه که از غیب میفهم. ما بعد میگم که اون بچه کاکایت که گم شده اون در فلانی منطقه است. تو باید عقیده کنی به گپای ازی و وقتی که عقیده کردی در غیر از اون چرا نمیفهمی؟ تو چرا نمیفهمی؟ آیا ما تو انسان نیستیم؟ چون ما نمیفهمیم به خاطر از اینکه ما ادعای غیب نمیکنیم. ادعای غیب نمیکنیم. من نمیفهمم والله کی چه وقت خانش اولاد میشه، کی خانش اولاد نمیشه، کی چطور است، کی است. از قلب کسم خبر نداریم. هر مسلمان که آمد ما میگیم به خدای مسلمان است. بنابراین در صفات الله جل جلاله ببینین صفات الله جل جلاله کنین. محی چی معنی؟ میم ح یا ح بیادر خ ایده چشمانه میم ح اینال محی صفت کی است؟ صفت الله جل جلاله. چی معنی محی؟ یعنی زنده کننده. یعنی زنده کننده. خب اینال اگر یک نفر برای زیارت بگه که زیارت جان شاید شمشیر جان برای ما بچه بتی، آیا این صفت خدا را به شاید شمشیر داد یا نداد؟ آیا شاید شمشیر محی است؟ نه، شاید شمشیر مخلوق است. محی حتی صفت پیغمبر نیست. محی یعنی زنده کننده.
محی چی مانه؟ هو الذی یحیی و یمیت. الله هست که زنده میکنه و میمیرانه. پس زنده کننده کی است؟ الله جل جلاله است. کوشش کنید حتی خداوند نگوین، بگوین الله جل جلاله. چرا که الله میگی 99 صفت الله در این نام شامل است و ثواب کلش بر تو داده میشه. یه دفعه که میگی یا الله، یعنی که امین 99 صفات الله در این نام خلاصه شده، تمام صفات الله جل جلاله. پس وقتی که میگیم یا الله، این اجر و ثواب بر ما داده میشه. خب این حال وقتی که ما میگیم که محی کی است؟ زنده کننده. این صفت زنده کننده صفت کی است؟ پس ما انسان های موحد عقیده داریم که زنده کننده کی است؟ الله جل جلاله. آیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله از زنده کننده و محی گفته میتونیم؟ نمیتونیم. چرا حضرت محمد صلی الله علیه و آله خالق نبود. حضرت محمد هم زیر خط بود. کجاست؟ پایین خط است. در جمله کی است؟ مخلوقات است. پس محی صفت الله جل جلاله است. پس اینا رو وقتی که الله جل جلاله جل جلاله، این قسم باید بگین جل جلاله، جل جلاله. اینا الله جل جلاله که است محی است، زنده کننده است. متوجه شدید؟ پس توحید در ذات چی است؟ سعی کنید توحید در صفات. وقتی که ما میگیم توحید در صفات، وقتی که محی میگیم، پس بغیر از الله جل جلاله هیچ کسی دیگه زنده کننده نیست. پیغمبر صلی الله علیه و بچه هکش در بغلش مرد نمرد؟ طفلکایش قاسم و ابراهیم در خورترکی مردن نمردن؟ یک بچهش عبدالله نام داشت، امی عبدالله را طیب و طاهر هم میگفتن. یک بچهش عبدالله نام داشت، تخلصایش چی بود؟ طیب و طاهر بود از عبدالله. دیگه بچهش ابراهیم نام داشت، دیگه بچهش قاسم نام داشت. در خورترکی مردن نمردن. آیا پیغمبر خدا خوش نداشت که بچهای جوان داشته باشه؟ خوش داشت. لکن خداوند بچهای زیر میران. پیغمبر ما را زنده کرده تانست؟ نمیتونم. چرا؟ به خاطر ازی که پیغمبر صلی الله علیه و آله مخلوق بود. و محی زنده کننده صفت کی است؟ الله جل جلاله است. اینال اگر یک نفر میره صفت زنده کننده را به مخلوق میته، مخلوق که خالق شریک ساخت نساخت؟ شریک ساخت. اینال متاسفانه امیال چقدر زنا هستن که در زیارت میره که او زیارت جان بر ما بچه بده. او زیارت میگه بی عقل است ایکو مسکو یا کنم، من خودم در قبل جان خود هستم، خودم زیر کوت خاک هستم، تو آمدی از ما بچه میخوایی. اینال اصل نیست امیاله. صدها تا دیدیم گفتیم ولی از خدا و بچه هم نخواد پیدا کردی و در عقیده هم چی آمد؟ شرک آمد. به خاطر که صفت زنده کننده محیر صفت چه کی دادی؟ به خالق دادی. یعنی خواهرای عزیزم، حفظ عقیده اسلامی برای انسان بسیار مهم است. شیطان چی میگه؟ خب شیطان یکی از گپای خطرناکش چی است؟ میگه من انسان مشرک میسازم، ما فلانی زن مشرک ساختیم، ما فلانی مرد مشرک ساختیم. بعد از او که مشرک شد نظر به آیت خود تمام اعمال ازی چی شد؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک. وقتی که شرک آوردی اعمال چی میشه؟ از بین. اینا حالا میابرش میگه پر تو یکدن تسبیح 500 دانه ای برو از صبح تا به شام نماز بخوان. چرا؟ به خاطر اینکه خود شرک آورده، صفت خالق به مخلوق داده، صفت مخلوق به خالق داده. پس در این صورت معلوم شد که این خود مشرک شد، گلمش جمع شد. وقتی که گلمش جمع شد اونجا رفت پیش فالبینک، فال شدید. فالبینک گفت آه ولی کاکا جان خیر ببینی مرا که دستایت ماچ کنم. او صاحب دستکای زورم ماچ کرد. او فالبینک گفت اوه چه خوب لوده را گیر کردیم، برو یک دانه مرغ سیاه بیار. بازو صاحب برش مرغ سیاه میاره، بازو که برش میاره برو یک 50 دلار یک تخمک وطنی بیار. بازو هم صاحب برش میاره، بازو که برو یک پیسه از سوی دوزی کو یک دانه پیسه گوسفند بیار. بازی را میکنه. اینال ای فالبین دروغگوی در علم غیب چی کرد؟ تایید کرد و تشویقش کرد که واقعا تو راست میگی. او مردکه دیروز در لب دریا شیشته بود، امروز از پیسه ما به عقلا آز رفته قرار در بلند منزل
در اونجا صاحب بر خود دفتر گرفته و کلگی میره فلانی صاحب کجا هستن؟ اینی نفر که پیش فالبین رفت او رو در علم غیب الله جل جلاله شریک ساخت. اون زن دیگه که رفت از زیارت بچه و دختر خواست، زیارت در چی شریک ساخت؟ در صفت محیی، زنده کننده. در اون صفت چی که الله را شریک ساخت. و دیگه صفت خداوند متعال شافی است، شفا دهنده. صفت الله چی است؟ شافی، شفا دهنده است. خب ما تو کوشش میکنم عامیانه گپ بزنم، به خاطر از اینکه کلتان گپای ما کلگی بفهمه. تا کسایی که بعض خواهرای ما فیلم برداری میشه، شاید بعض خواهرای در آلمان هستن، بسیاریشون برام تلفن میکنن در آلمان، در فرانسه، در امریکا، از اینجا من خواهرای عزیز پیش از فالبینا و جادوگران نرین. این فالبینا و جادوگرا در اینجا چی که حتی اینترنشنال هستن، در فرانسه و در آلمان هم هست. یگان تا فالبینا و جادوگری از اینجا دم میکنن در موبایل. موبایل ها دارن 20 تا موبایل با از اینجا صاحب در آلمان چی میکنن. از این خاطر خواهرای گلم شفا دهنده الله جل جلاله است. از یک دکتر صاحب، از یک دکتر موحد، صاحب یکی دکتر مشرک است، یکی دکتر موحد است. از یک دکتر موحدی که با عقیده توحید یگانگی الله جل جلاله است. از این پرسان کردم، گفتم دکتر صاحب، گفتم چرا در سر از این نشته کردین شفاخانه؟ گفت کدام کسی که نمیفهمیده نشته کرده. اصلا خب به انگلیسی هاسپیتال میگن و پشتو روختون میگن، یعنی جای جورها. در واقع دروغ است که جای جوراست، جای ناجوراست. باید نشته کردن مریضتون، به خاطر از اینکه جای مریض است. گفتم دکتر صاحب خیر شما خیر است؟ به هر صورت من یک سوال دارم. گفت چی سوال داری؟ گفتم سوالی است که شما در سرش چیز تا نشته کردین، تعمیر نشته کردین که شفاخانه، دست سرش نشته کردین شفاخانه. خیر داخل شفاخانه اونجا یک اتاق است، اونجا نشته کردین مرده‌خانه. اون لوحه تان به همراه این لوحه در تضاد نیست. اونجا نشته کردین شفاخانه، یعنی هر کس که اینجا بیاد شفا پیدا میکنه. باز داخل شفاخانه مرده‌خانه است. این چرا طور است؟ گفت ما به خاطر از این لوحه را بند کردیم که ما گفتیم که ما دکترها شفا داده نمیتونیم. ما در عالم اسباب سعی کنین، یکی ما و شما در عالم چی هستیم؟ پایین خط عالم اسباب هستیم، از خط بالا چی است؟ عالم ما فوق اسباب است. گفت ما در عالم اسباب دوا میتیم، نسخه میتیم، عملیات میکنیم، پچکاری، این گپا را کل چیدن. گفت اینال شفا دهنده کی است؟ الله جل جلاله است. اگر الله جل جلاله بر ازی شفا داد، اون خلاص برش تکت رخصت میتیم، این برو پناهید به خدا، اون عملیاتت کامیاب شد، برو بخیر خانهت برو. اگر نه که این عین دواره عین عملیات برای مریض دیگه کردیم و الله برش شفا نداد، پس این میبریم میپرتیمش در مرده‌خانه. از این خاطر ما دکترها شافی یا شفا دهنده نیستیم. پس در عالم اسباب مردم به ما دکترها رجوع کنن. وقتی که باز دکتر جواب داد، نوبت کجا میشه؟ ما فوق اسباب باید دست دعا به بارگاه کی بالا بکنیم؟ الله. یا الهی دکتر گفت که جور نمیشه، یا الهی دکتر گفت که شما صاحب اولاد نمیشین، یا الهی دکتر گفت که چیزست، پروردگار عالم تو رجوع میکنیم، تو برای ما شفا نصیب کن. اما اگر یک نفر میره دست دعا به بارگاه یک مخلوق دراز میکنه و میگه تو مخلوق برای من شفا بده، این مخلوق که خدا در چی شریک ساخت؟ در صفتش. پس این مخلوق در صفت الله شریک ساخت نساخت. اینجا سعی کنین توحید و شرک بسیار خطرناک است. آدم بعضی اوقات نمیفهمه، با اندک بی‌تفاوتی صفت خالق به کی میده؟ به مخلوق میده. و وقتی که مخلوق در صفات خالق شریک ساختی، امیر شرک میگن. شرک چی معنی؟ شرک یعنی شریک ساختن. شرک چی معنی؟ این حال شریک ساختن. وقتی که شرک به معنای شریک ساختن است، مجرده که یک اندک صفت مخلوق به خالق دادی یا صفت خالق به مخلوق دادی سرچپه، یا صفت مخلوق از پایان خط گرفتی بردی در بالای خط به خالق دادی، و یا صفات خالق به چی دادی؟ به مخلوق. اینجا شرک پیدا شد. خب اینا اگه سوال پیدا شد که یهودی ها و نصرانی ها و قریشی ها یا چرا مشرک شدن؟ چرا مشرک شدن؟ رحمان الرحیم صفت کی است؟ صفت الله جل جلاله. خوب سعی دقیق باشین. ما و شما
اول که کار شروع میکنیم چی میگیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. چی میگیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به خاطر از اینکه یک انسان موحد عقیده داره که ذات رحمان و رحیم بخشاینده کی هستند؟ الله جل جلاله است. مشکل مشرکین قریش چی بود؟ و چرا مشرک بودن؟ و امی صفت از خالق گرفتن به مخلوق دادن. از کی گرفتن؟ مثلا چه قسم؟ قریشی ها شیشتن گفتن والا این بت چرا پرستش میکنی؟ پیش یک بت پرست برو بگو یہ بگوان کو کیوں عبادت کرتے ہو؟ برای اندو که بگوی پیش از این بت چرا میری؟ برای قریشی ها که بت ها داشتن لات و منات و هبل پیش از این میرفتن نمسته و چی میکردن برش میگفت که چرا پیش از این میری نمسته میگی؟ چرا بر از این سجده میکنی؟ اونا میگفتن که ما به خاطر از این پیش از این سجده میکنیم که ما روسی هستیم، ما شرمنده هستیم، خدا دعای ما را قبول نمیکنه. ما میریم اول پیش از این بت. این بت دوست خداست، ولی خداست، شخص خوب است. این بت العیاذ بالله از خدا کده مهربان تر است. این سون روسیاگی ما سهل نمیکنه، سون شرمندگی ما سهل نمیکنه. پیش خدا اگه بریم پیش خدا چی هستیم؟ روسیا و شرمنده هستیم. خدا دعای ما را قبول نمیکنه. پیش بت میریم، باز بت واسطه ما میشه، دعای ما را پیش خدا میبره، باز خدا قبول میکنه. پس این بت پرستا چرا مشرک شدن؟ به خاطر که صفت رحمان رحیم بودن الله را بر کی دادن؟ به مخلوقات دادن. احیانا مشرکین حبشه پیش قبرهایشان میرفتن و مشرکین قریش دوستای خدا بود. میگه والا صاحب این میلاد که است، ای از العیاذ بالله از خدا کده برای ما چی است؟ مهربان تر است. اوه این منات از خدا کده برای ما چی است؟ مهربان تر است. ما میریم پیش لات و پیش منات، باز این لات منات باز این مشکل ما را به کی میگن؟ به خداوند میگه، باز خداوند ما را میبخشه. پس مشرکین قریش در کدام صفت خداوند شک پیدا کردن؟ در رحمان و رحیم بودن. این رحمان رحیم از صفت چه برای کی دادن؟ به یک مخلوق. مشرکین حبشه باز پیش از اینکه بت بسازن در قبرش میرفتن. میگه دوست خداست، ما ریسیا هستیم، ما میریم در پیش قبر ازی، باز ای بر ما گپای ما را میشنوه، از خدا کده ای صاحب قبر مهربان تر است، بازی گپای ما را قبول میکنه. اول میریم برای صاحب قبر دعا میکنیم، باز از پیش ازی میریم. پس ببینید شرک در چی پیدا کردن؟ در صفات. یهودی ها چرا در صفات مشرک شدن؟ یهودی ها مشرکشان این بود که انسان ها چی صفات دارن؟ سعی انسان ها، ما و شما انسان هستیم، ما و شما چند صفت داریم. مثلا ما و شما صفت های خوب هم داریم، صفت های زشت هم داریم. یک نفر است سخی هست، یک نفر دیگه بخیل است. یک نفر هوشیار است، دیگه دیوانه هست. یک نفر خوب ذکاوت داره، یکی دیگه بسیار غباوت داره، غبی هست. یک نفر بسیار دوراندیش است، یک نفر بسیار نزدیک بین است. یک نفر مثلا صفات خراب ما و شما پشیمانی است. دیروز یک کارم کردم نمیفهمیدم، یک کار کردم امروز پشیمان هستم. دیروز یک تصمیم گرفتم امروز پشیمان هستم. اینال اینسه. پس اینی صفات پشیمانی، اینی صفات بخیلی، اینی صفات دروغ، اینی صفات عاجزانه که مخلوق داره، این کلش زیر خط است نیست. صفات کی است؟ مخلوقات. پس الله جل جلاله را چون ذات با عظمت است، ذات عالم غیب است، پس این صفات نباید انسان موحد به الله نسبت نمیده. یهودی‌ها و مسیحی‌ها چرا کافر شدن؟ کتاب از یارم خواندم، یک کتاب میالم در بین مردم توضیح میکنم به نام بایبل. دیگه که ببینی میگه العیاذ بالله، میگه خداوند از پیدا کردن بنی اسرائیل پشیمان شد. نسبت چی رو به خداوند کردن؟ پشیمانی. صفت ضعف است نیست، ناتوانی است نیست. از این خاطر اینا مشرک شدن در صفات خداوند. احیانا تو میگن که خداوند العیاذ بالله که حضرت آدم علیه السلام حسادت کرد، یا مثلا میگه که العیاذ بالله که خداوند بچه پیدا کرد. پس صفات عاجزانه مخلوق به کی نسبت دادن؟ از این خاطر اینا مشرک شدن. انسان موحد چی میگن؟ ما و شما میگیم که الله جل جلاله دارای صفات کمال است،
عالم غیب است، دارای صفات عالی است، از صفات نقصان کاملا پاک است و هر صفت خرابی که انسان داره ما صفات مخلوق به خالق نسبت نمیدیم و صفات خالق هم به مخلوق نسبت نمیدیم. ما میگیم ما مخلوق هستیم، پیغمبران مخلوق بودن، اولیاء الله مخلوق بودن، صحابه کرام مخلوق بودن، اینا صفات مخلوقی داشتن و الله جل جلاله صفات خالق داره که خالق است و با عظمت است. اینا ما و شما توحید و شرک در چی خواندیم؟ در ذات و در صفات. دو تا دیگهش که یکی توحید در عبادت است، دیگه چی است؟ این ثواب خیر میخوام. سیس ان شاء الله. اینا اگه سوال چیز داشته باشین میشه که سوالایتون رو مطرح کنید. بفرمایید. استاد بعضی اشخاص ما وقتی میگن که پیش زیارت میرین شما یک قسم عقیده نداشته باشین، اونا میگن ما قسم عقیده نداریم که زیارت بخوایم. ما میگیم که خداوند به برکت این زیارت این مشکل ما رو رفع کنه. یعنی به خاطر اینکه که مقام از این زیارت پیش خداوند بلند است، به خاطر ما پیش زیارت میریم. یعنی چرا ما مثلا نمیگیم که الهی به رحمت خود سر ما رحم بکن؟ سگرین 99 نام خداوند در قرآن چرا ذکر شده؟ به خاطر که موضوع بر نامهای خداوند. سگرین پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمیگفت که خدایا به برکت ابراهیم علیه السلام بر ما بده، خدایا به برکت آدم علیه السلام بر. پیغمبر صلی هیچ تو دعا نکرده. پیغمبر صلی میگفت که الهی به اسمائک الحسنا، ما از تو میخوایم به نامهایت و به صفاتت. پس اگر ما و شما توسل به نامهای الله جل جلاله بکنیم و به صفات الله جل جلاله بکنیم و دعای ما وقت پذیرفته میشه، بر از این خواهرها و برادرها بگو که تو خود درست است، این خود نظر است، سعی این نظر است، لکن دعا چه وقت قبول میشه؟ وقتی که به طریقه کی باشه؟ به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم در کدام دعایش در کدام عبارت آمده که گفته باشه به برکت آدم علیه السلام، به برکت عیسی علیه السلام؟ پیش از پیغمبر چندین هزار پیغمبر تیر نشده بود؟ چرا پیغمبر صلی نگو به برکت فلان و فلان؟ چون پیغمبر صلی الله علیه و انسان موحد بود. انسان موحد قلبش همیشه به الله، هر مشکل که داشت الهی تو ذات منتقم هستی، فلان نفر سلام ظلم کرده، تو ذات هستی که انتقام میگیری، تو انتقام از پیشش بگی. الهی تو ذات رحمان رحیم هستی، من مریض هستم، الهی تو شافی هستی، شفا دهنده هستی، تو برام شفا بده. الهی تو رحمان رحیم هستی، من تو مشکل دارم. الهی تو ذات مجیب هستی، اجابت کننده دعا. اما یجیب المضطر اذا دعا. الله جل کی میتونه که یک کسی که در حالت اضطراری، در حالت بسیار جگرخونی و بسیار سختی باشه، کی میتونه دعا اجابت کنه؟ الله جل، چون مجیب اجابت کننده صفات الله هست. پس میگه الهی تو مجیب هستی، اجابت کننده دعا هستی، الهی دعای مرا قبول کن. الهی تو رحمان رحیم هستی، به برکت امی رحمت خود، به برکت کلام خود، به برکت عظمت خود، به برکت جلال خود، الهی بالای ما رحم بکن. پیغمبر این قسم دعا میکرد. دعای از او درست است و خواهرم که دعا میکنه به فکر خود، لیکن خدا قبولش نمیکنه. چرا؟ به خاطر که دعایش مخالف دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. یعنی ما و شما وظیفه ما و تو چی است؟ که در نقشه که پیغمبر بر ما ترسیم کرده در این نقشه حرکت کنیم. دل ما هر چی میخواه، لیکن نه آنچه که دل ما میخواه او علیه گپ است. آنچه که پیغمبر خدا کرده، پیغمبر سن در دعای خود این قسم دعا نکرده. پس بر از او خواهر بگو که نظر تو درست است، لیکن چون دعای تو مخالف دعای پیغمبر است، طریقه تو مخالف طریقه پیغمبر است و شرط قبولی عبادت یکی اخلاص است و دیگهش مطابقت با طریقه ما یا با طریقه پیغمبر، طریقه پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این جواب است. دیگه این ذات و صفات چیز مشکل دیگه دارین؟ فهمیدین کلتون؟ اگه سوال بکنم باز جواب گفته میتونین. کی برای ما گفته میتونه که توحید در لغت چی رو میگن؟ میتونه دست خودت بالا بکنه؟ توحید در لغت بگو خواهر. برم آخری. توحید در لغت یک تفسیر میگه و در اصطلاح عبارت از خداوندی به یگانگیش پرستش کردن و همچنین شریک نهادن در ذات صفات و خداوند. توحید در اصطلاح کی میتونه بر ما دقیق بگه؟ توحید در اصطلاح باور داشتن به یگانگی الله جل جلاله در 4 چیز بود. همین 4 چیز کدام است؟ کی گفته میتونه؟ بگوین شما. بله؟ ذات صفات عبادتش قانونش. شما بگوین.
یعنی 4 چیز کدام یکی است؟ ذات، صفات، قانونش، و عبادت. عبادتش. ما شما دو تایش خواندیم نه؟ ذات و صفات. خب کی برای ما گفته میدونه که چرا جادوگر و فالبین کافر است؟ ادعای چی را میکنن؟ ادعای چی را میکنن؟ میگن که من عالم چی هستم؟ عالم غیب هستم. از این خاطر چی میشه؟ کافر میشه. کی گفته میتونه که چرا کسی که پیش جادوگر و فالبین میره کافر میشه؟ شما؟ تصدیق میکنه، تشویق میکنه، تایید میکنه و هنوز خوشحال میشه که این که من قدر مراجعین دارم. خب چرا عیسوی ها در ذات الله جل جلاله چه قسم کافر شدن؟ عیسوی ها، نصرانی ها، به خاطر از اینکه گفتن عیسی علیه السلام کی است؟ پسر. پس به خداوند نسبت چی رو کردن؟ نسبت ذات کردن. پس نسبت پسر به خداوند بکنن او شرک در چی میشه؟ در ذات یا در صفات؟ در ذات خداوند. خب یهودی ها در ذات چه قسم مشرک شدن؟ کی رو بچه خداوند گفتن؟ عزیر بچه خداوند گفتن. قریشی ها چرا در ذات الله جل جلاله مشرک شدن؟ به خاطر گفتن که ملائکه چی هستن؟ دخترای خداوند است. خب این حاله در صفات الله جل جلاله میم. قریشی ها که بت‌ها را پرستش میکنن چرا در صفات مشرک شدن؟ آفرین. که در صفت رحمان الرحیم شرک کردن. در صفت رحمت خداوند چی کردن؟ گفت من ریسیه و شرمنده هستم، خدا گفت من قبول نمیکنم، مجبور پیش ازی بود برو. می از خدا که چی هستم؟ مهربانتر از برم واسطه میشه. این باز دعای ما به خداوند میبره. پس یا در ذات الله جل جلاله آفرین در صفت رحمان و رحیم الله جل جلاله مشرک شدن. فالبین ها در کدام صفت خداوند خدا شریک میسازن؟ در صفت عالم غیب بودن الله جل جلاله. چون عالم غیب کی است؟ الله جل جلاله است. خب کسانی که از مخلوق بچه یا دختر میخواین این شرک در چی میارن؟ در کدام صفت خداوند؟ در صفت آفرین محیی. محیی چی مانا؟ زنده کننده. پس زنده کننده کی است؟ انسان موحد چی عقیده داره که زنده کننده کی است؟ میراننده کی است؟ ممیت الله جل. شفا دهنده کی است؟ الله جل. ما که پیش دکتر میریم در کدام عالم میریم؟ عالم اسباب. دوا میگیریم. ما فوق اسباب مربوط کی میشه؟ الله جل جلاله. این حال کسی که در ما فوق اسباب از مخلوق کمک میخواد این شرک در چی آورد؟ در صفات الله جل جلاله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. الهی پروردگار بر ما توفیق نصیب بگو که ما موحد باشیم، یکتا پرست باشیم، در ذات، در صفات، در عبادت، در قانونت کس را شریک نسازیم. الهی پروردگار آخرین کلمه که از زبان ما خارج میشه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله.